مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 ماه سال 2024 خبر یک امثالش را کار زدن یک نفر 15 ساله در نویه یوون را تصدیق کرد. قبلا خبر آمده بود که روز 25 ماه سال 2024 در روز زنگ آخرین پسر رئیس بازار نویه یوون یک خواننده مکتب میانه رقم 75 را چند ضرب کار زده است و در پی این حادثه گلشن بلبلزاده مدیر معارف نویه یوون را از مقامش برکنار کردند. وزارت کارهای داخلی گفت نوار در شبکه‌های اجتماعی پنگردیده وابسته به حالت باکورد ضربه زدن یک خواننده مکتب از طرف هم مکتب خود مورد سنجش قرار داده شد. ضمن سنجش معین گردید که روز 25 ماه سال 2024 تقریبا ساعت‌های 12:20 خواننده مکتب میانه رقم 1 نویه یوون نوبالغ ام سال تولدش 2009 ساکن نویه یوون با 3 نفر همسنفانش بعد انجام درس در نزد بنای مکتب رقم 75 نویه یوون با نوبالغ شه سال تولدش 2009 ساکن امین نویه خواننده مؤسسه مذکور وو خورده با سبب‌های ناچیز بینشان مناقشه لفظی به میان آمده است. نوبالغ ام اساسیات افباشی ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده با کارد خواجگی به بدن شه 4 مراتب ضربه زده است که در نتیجه نام برده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت نوبالغ ام با علامت‌های ماده 237 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام افباشی پرونده جنایتی آغاز گردیده نسبتش چاره پیشگیری در نمود بحث پیشکی گرفتن تطبیق کرده شده است. وزارت کارهای داخلی گفت تفتیش این پرونده ادامه دارد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی وضع سلامتی نوبالغ جبر دیده شه خوب بوده نام برده تحت نظارت طبیبان قرار دارد. افزایش مناقشه‌های بین نوجوانان و جوانان با استفاده از سلاح‌های سرد دیر باز نگرانی جدی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان را به بار آورده است. ملیسه دوشنبه سال 2018 در پایتخت عملیات ویژه‌ای را با نام شرطی کرد برو انداخته هر سر چند وقت از بازداشت 10 نفر که با خود کرد و فینکا و دیگر نوع‌های سلاح سرد می‌گردانند خبر می‌دهد. بنا به آمار رسمی در نتیجه این چاره‌ها جنایتکاری در بین نوجوانان و جوانان نسبتاً رو به کاهش آورده است، ولی بازم هر سر چند وقت از تاجیکستان درباره مناقشه‌های نوبتی خونین بین نوجوانان و جوانان خبرها به دست می‌رسند. متاسفانه حالت‌های نیز زیادند که این مناقشه‌ها با مرگ نوجوان می‌انجامند.